دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولوگ با شما همین یک کانال بهترین کانال پخت و پز کانال ولوگی که شاگردی مای بگم ویدیو کنی را میتونست با ایما پرسیده یا دو وقت ما یاد دادمشه در آمده دستگیری کنید. اگر خواهید که در همین ماه مبارکی رمضان دل کسی را خرسند کرده حتما در آمده подписаться کنید، اینام کانال ما سلام رسونید. شاگردی عزیزه و دوستان عزیز از هر یک تن میندار میشوم که همین کانال هایی که من رکلام میکنم دستگیری کنید. خیلی که خودتون میدونید ما یا علاقه پول میگیریم یگان سومک موده میتیم برای رکلام کردن. برای همین از هر یک تن خواهش در اومده подписаться کنید، لایک مونینم خیلی که ما подписаться کردیم با زنگولچش подписаться کنید. ای شما هیچی نمیره فقط یک دستگیری میکنید یک هموطنی خود را. روزتون بخیر باشید دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. خیلی که در اینجا دیدید علاقه بسیارید ممکن پای بردید. ما چک میکنم نصیب انشالله. این خیلیش پخته گرفتم نیجا کنجود نیجا سکشون ملکو هازی نصیب باشه در همین دختر قبطاشته سکشون ملکو ریخته موندم میگیرم. رحمت دوستان عزیز برای سخنهای به نهایت خوبی که در کامنتاری می نویسید از همتون می‌دارم. یک بار دیگر رمضان مبارک باشد. امروز شنبه یه هفته شد همین روز ماه شریف رمضان که روزه داریم، هشتم روزش. انشالله که خدا جان روزه و نمازهای ما را به درگاهش قبول کنه. اینم خیلی شروع میکنیم ایرا میکنیم ساعت 3 ایما برای بچه خوردن بعدی خوراک همین را تیار کرده میمونم. با صدای ایچور با سر میکنم نصیب انشالله با خوراکی شام تیار کردن. دوستان عزیز و مهربان اینمی خیل چی ما تیار شد، چکی ما تیار شد. اینمی میشناسه شما ما رو بیزور کده ایوزی که در کره رای کنم شه. اینمی خیل دوستانی عزیز چک تیار شد. دوزی فریزه میتیم میخوره با دیگه نمیخوره میغلطونی مایلوخ میخوری یه بسوره یم چیزه بخوتم میوی مست بیامده بته میتیشه ای قگ میخوره تمام نکیم بیامده بته بفته کار میکنه. چه خیلی بوده؟ یک بار دیگر روزتون بخیر باشید دوستانی عزیز. امروز شنبه یک شنبه روزی نهم روزی رمضان ما نماز عصر شده. این نو پیراشکی ما پخته شدم دوستانی عزیز. به نهایت مولوی ما که خشواگ اومده که خیلی گودکو خوردن گودکو که فریزه کتیم هواش کتی اکش ما که سونی خیلی بگه میخوریم. یا تغاره پخته میگو یا تغاره ای قاق پخته بودم یا تغاره شده ای قاق خمیر کرده بودم و برای خوراک شام باشه چی کدیستم یا با کارتوشکا و با چه پیازو هم خیلی چیزا ده مولوی ما که خشراگ اومده. در خمیرش چی نمیاندازی خیلی خودتون میدونید. در خمیرش تو آو نمک درشت بعد در وقتی یک جای کدام وقتی که ملایمه برای ما باید کم ترک روغن کتی بکنیم با کم ترک روغن بعد آرد خمیر میکنیم. خیلی دوستانی عزیز برای خوراک شام باشه من بارش کردم با گوشت مرغ. ایجاده ما چی دختگیم گوشت دختم قریب 1 ساعت باریم خیلی جوشید گوشت مرغ. بعد کارتوشکا دختم از می جوشه در قوت پس مانده بودم برای آسته شده جوشیدنش. کارتوشکاش دختم می جوشه برای چی کم برای که یک بار بخوریم پگده بمونه نمونه و چی نیسته برای همو اینم اینجا نمی کنم هازی ایم بجوشه. بعد کپوست ریزه کده می اندازم بعد کپوست بعد چیره می اندازم بعد پیازه کتی سیبیاک لوا کتی چی باشه خالی کده می اندازم زیر بک کده می اندازم
خیلی خیلی دوستانی عزیز تا آخر ولاگ با ما باشید. دوستانی عزیز و مهربان، یک پیازی من سبز شده بود، خیلی سبزی زردک گویم خیلی شده بود. این ایش نمیدونم بوده که ما پیاز خریده آوردم دوختیم دایجاش چیکده همین را 3 روز شد موندگیم. همین برگوش سبز شده است، خشرو شده است. همین دمی چی که گل داشته گلش قاق شد ایرا موندم خشرو شده است. همین را خواستم برای شما نشون بدم. خیلی خوب بوده که پیاز نمیخورند با نان گرم با مزه کو پیاز برایم گفتمانم خیلی کو کلام شده میگیره چی گپ میشه. نه خیلی خیلی دوستانی عزیز ایران خواستم برای شما نشون بدم. دوستان عزیز و مهربان، این ما کپوستم داختم، کپوستم پخت بگیم آبش کمتره هیچ گم نداره، کمتره ولی با آب می اندازیم شه. بعد دایجه باشه برای زیر بکش سبزی اینه چی سیاکلا. بعد پیاز گرفتم از ایرا میزیر بانم بگیم ایرا یکم بریان میکنم بعد سبزی رو بعد آخران اینه چرا سیاکلا رو میاندازم. بسیاریات گفتید که وقتی که من یکم بار نشان دادم امی چخیل تیار کردن ما در کامنتاری نویستن که امو را بریان نکرده بود از چرا ویتامیناش بسیاره امی لب سرخه چون من خیلی میکنم امی خیلی با مزه که نمیدونم یکم برو خیلی نکردم. دوستان عزیز برای ما از ایرا تف میتونم بعد امی چی با میاندازم از ایرا پلوی پلیتا میگیرم دیگه ما سر میکنم. نه بیرون من افتو و نشت است قریب اینم آواز فهمیده است آواز یا پرنده که سحر که بیدار میکنه بوده تگی تریزه چه درخته میای بلوش نمیشنم خیلی آواز برورده میگیره. خیلی خیلی زردولو یک تا نیم تا زردولو کده او دفعه گفتم اینو با گفتستم یک تا نیم تا زردولو کده غوره. دوستانی عزیز و مهربان خیلی پیازش بریان کردم اگه خیلی بریانی بد نمیکنم کم ترک ملای مکشید سبزی را میاندازم خیلی بریانی بچم دمی شوربا هم خیلی قخشرو نیسته که سبزی را میاندازم باید 3-4 دقیقه بریان میکنم بعد لبوی سرخه میاندازم. روان دوستان عزیز و مهربان این همه خیلی زیربک ما تیار شد از میاندازیم تا نماز شام 15 مینوت دیگه میاندازیم و 15 مینوت که بجوشه الان او کارتوشکا واش پختگن یا هم پختگن میاندازیم چی میکنیم یک جوری میکنیم میجوشه 15 مینوت دیگه تیار میشه. اینم خیلی داختم تا ایرا ما چی کردنه یک جوش مونده تا بریان کردن از یک بجوشه بس سرخ شروع می شود. دوستان عزیز نمی خیلی کشیدم بعد ویدیو را به پایان می رسانم. دوستان عزیز و مهربان این بارشه که ما تیار شد ماینیز ما با ماینیز میخوریم هر کس به هرچی میخوره ما با ماینیز میخوریم. با ما اشتهای تمام علاقه ما در نماز شام شد روزامون شدیم انکه میخوازیم نمازمون رو میخونیم بعد میایم خوراکمون رو میخوریم. در اینجا باشه ولاگ به پایان میرسونیم تا ولاگ آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.